به نام خدا. داستان بسیار زیبا و شنیدنی سرنوشت جادویی دختر بابا علی. سالها پیش در دهکده‌ای سرسبز در نواحی شمال، زنی به نام ماه بیبی با دختر خودش و دختر ناتنیش که حاصل ازدواج اول همسرش بود زندگی می کرد. همسر ماه بیبی بابا علی بود که چند سال پیش به خاطر سیل و خروش رودخونه جون خودش رو از دست داده بود. ماه بیبی از طریق خیاطی و چند تا گوسفندی که داشت شکم دخترها رو سیر می کرد. روزی از روزها ماه بیبی به همراه مینو که دختر خودش بود و مانا که دختر ناتنیش بود به طرف دشت شبدرها رفتن تا چند کیسه شبدر برای غذای گوسفندا بچینن. همین که مشغول کار بودن ناگهان قامتی رو بسته به طرف اونا اومد. با نزدیک شدن قامت ماه بیبی از سر و وضع و لباسای اون زن فهمید که بسیار زن فقیریه. زن تا به ماه بیبی رسید پرسید: خانم، میشه راه دهکده رو به من نشون بدین؟ ماه بیبی که خسته کار بود و کمی هم عصبانی گفت: نه خیر خانم، خودت باید راه دهکده رو پیدا کنی. از شخص دیگه‌ای بپرس، من کار دارم. دخترش مینو هم به طرفداری از مادرش گفت: خانم جان، اگه نگران پیدا کردن راهت هستی باید دست تو جیبت کنی و یه بلد راه استخدام کنی. مانا بانو که دختر ناتنی ماه بیبی بود به سمت زن اومد و با معصومیتی که توی چشماش بود و دل سنگ و آب میکرد گفت: خانم جان، همراه من بیا، من راهو به تو نشون میدم. با این حرف اون زن فقیر دستی به سر مانا کشید، اما به سمت ماه بیبی و مینو نگاهی از سر خشم و تنفر انداخت. ناگهان ماه بیبی احساسی عجیب در خودش حس کرد. اون تا نگاهش به مینو افتاد هر دوشون از ته دل جیغ کشیدن. ماه بیبی و مینو به سیاهی شب شده بودن و چهرهشون به زشتی افریته های توی قصه ها شده بود. اونا نمیدونستن که اون زن فقیر در واقع پریزاد جنگل پشت دهکده است که به تمامی حیوونا و گیاهان اونجا حکومت میکنه. پری دست مانا رو گرفت و اونو به سرعت از اون صحنه دور کرد. مانا که در پریشانی و سردرگمی بود نتونست چیزی به پری بگه. وقتی اونا نزدیک دهکده شدن، پری چهره اصلی خودش رو نمایان کرد و از مانا خواست تا 3 از آرزوهاش رو به اون بگه. مانا با اینکه خودش به زیبایی آفتاب بود به پری گفت: خانم جان، میخوام قشنگ بشم، خیلی خیلی قشنگ. مانا هنوز حرف خودش رو تموم نکرده بود که یک دفعه به دختری بور با چشمان آبی و به زیبایی ماه شب 14 تبدیل شد. بعد ادامه داد: خانم جان، میخوام کیسه‌ای داشته باشم که همیشه توش پر از پول باشه. پری فوراً کیسه‌ای به دست اون داد و گفت: مانا جان، خوبی رو هرگز فراموش نکن. 3مین آرزوی مانا این بود که وقتی مرد به بهشت بره. پری آخرین آرزوی اونو هم تضمین کرد و فوراً ناپدید شد. وقتی ماه بیبی و مینو به خونه رسیدن اونقدر اشک ریخته بودن که تمامی لباساشون خیس شده بود. اونا گیج شده بودن و نمیدونستن چرا چهرهاشون اینقدر زشت و سیاه شده. ماه بیبی هر دعایی که بلد بود خوند، اما فایده‌ای نداشت. با رسیدن مانا به خونه و دیدن اینکه اون چقدر زیبا شده، ماه بیبی و مینو با تمام وجود از مانا متنفر شدن و فکرای پلیدی به سرشون زد و تصمیم گرفتن که دخترک رو عذاب بدن. مانای قصه ما برادری داشت که اسمش یاور بود. اونم پسر بابا علی بود، ولی از مانا بزرگتر بود و برای همین دور از اونا زندگی می کرد. مانا برادرش رو خیلی دوست داشت. فردای اون روز به خونه اون رفت و اون چیزی رو که اتفاق افتاده بود رو برای برادرش یاور تعریف کرد.
یاور به خواهرش گفت: مانای عزیزم، من تو رو خیلی دوست دارم. اونقدر که دلم میخواد یه تصویری از تو رو همیشه در کنار خودم داشته باشم. آخه همیشه دلم برا تنگ میشه، اما به خاطر فاصله و دوری بینمون نمیتونم بهت سر بزنم. مانا گفت: برادر عزیزم، منم تو رو خیلی دوست دارم، هر طور که تو بخوای، ولی به شرطی که تصویر منو به کسی نشون ندی. یاور مانا رو روی چارپایه نشوند و مشغول نقاشی کردن از اون شد. وقتی که نقاشی تموم شد، مانا رو در آغوش گرفت و قبل از تاریک شدن هوا اونو به سمت خونه روونه کرد. شغل یاور رتق و فتق امور اسبای خان دهکده بود. به خاطر همین خان برای اون اتاقی کوچک در کنار خونه خودش ساخته بود تا همیشه مراقب و مواظب اسبهای اون باشه. به خاطر همین یاور بیشتر اوقاتش رو توی اون اتاق و در کنار خونه خان زندگی می کرد. یاور نقاشی مانا رو به دیوار اتاق آویزون کرده بود و هر روز خدا رو شکر می کرد که خواهرش مانا به لطف خدا در مسیر پری جنگلی قرار گرفته. روزی از روزها توی خونه خان شلوغی عجیبی همراه با فریاد و گریه اتفاق افتاد. یاور با پرسجو از خدمتکاران فهمید که منیربانو همسر مهربان خان فوت کرده. منیربانو رو همه به عنوان زیباترین زن دهکده میشناختند که لبخندش همیشه باعث دلگرمی افراد خونه میشد. بعد از مرگ منیربانو، خان به دلیل عشق زیادی که به اون داشت، دچار افسردگی و ناراحتی‌های زیادی شده بود. جوری که برای آرامش یافتن و فراموشی مرگ منیربانو هر شب رو به شراب خوردنای افراطی میگذروند. یکی از همین شبا که خان خیلی مست بود و افکارش شروع به آزارش کرده بودن، از خونه بیرون اومد و چشمش به اتاق یاور افتاد. اون با این تصور که یاور توی اتاقشه برای درد و دل کردن به سمت اتاق یاور رفت. اما تا در رو باز کرد دید که یاور اونجا نیست. خان خواست برگرده که ناگهان چشمش به تصویر بالای تخت یاور افتاد و در جا میخکوب شد. اون بدون اینکه متوجه باشه چند دقیقه به اون نقاشی خیره موند. در نهایت وقتی به خودش اومد به سمت خونش برگشت. فردای اون روز خان چند تا از خدمتکارا رو به سراغ یاور فرستاد که اونو به پیش خان بیارن. وقتی یاور به اتاق خان رسید به اون سلامی داد و علت خبر کردنش رو جویا شد. خان بعد از تعارف خوراک به یاور بدون مقدمه شروع به حرف زدن با اون کرد. یاور جان، تو همیشه جزو مردمان خدمتکار و محترم این خونه و دهکده بودی. من همیشه از تو راضی بودم. تو چند وقتیه که از جریان حال من و مرگ منیربانو مطلعی. واقعیت اینه که من دیشب در خوردن شراب بسیار افراط کرده بودم و دلم شخصی رو میخواست که با اون حرف بزنم. به خاطر همین به سمت اتاق تو اومدم. اما یه چیز توی اتاقت منو میخکوب کرد. اونم تصویریه که بالای تختت آویزون بود. اون تصویر دقیقاً شبیه به چهره منیربانو توی جوونیش بود. اون روزایی که تازه دلدار و دلداده شده بودیم. حالا سوال من از تو اینه که اون نقاشی چهره کیه؟ یاور که زبونش بند اومده بود و نمیدونست قصد خان از این سوال چیه، در نهایت دلو به دریا زد و گفت: جناب خان، اون نقاشی در واقع تصویر خواهر کوچیکترم مانا بانوه که خودم از اون کشیدم. خان تا اینو شنید از تخت پایین اومد و به سمت یاور اومد و دستای اونو توی دستش گرفت و با خیره شدن توی چشماش گفت: یاور جان، تو بهتر از هر کسی از علاقه من به منیربانو مطلع بودی. میدونی که از وقتی اون رفته زندگی برای من جهنم شده. تنها تسکین من از دیشب تا به الان دیدن اون نقاشیه.
من میخوام اگه تو رضایت بدی مانا رو برای خودم خواستگاری کنم. یاور که نمیدونست چی بگه، تنها توی دل و ذهنش این فکر درخشید که بالاخره خواهر مظلوم و زیباش میتونه تا ابد خوشبخت باشه. به خاطر همین با لبخندی بر لب رضایت خودش رو به خان اعلام کرد. اینجوری شد که خان یاور رو به همراه چند تا از خدمتکارا و زنان خویشاوند، همچنین به همراه هدایای بسیاری از جمله یک دست لباس بسیار گرانبها که از شهر براش آورده بودن، راهی خونه مانا کرد تا اونو به خونه خان بیاره و به عقد خودش در بیاره. وقتی که یاور به همراه فرستادگان خان به خونه ماه بیبی رسید و جریان و اتفاقات پیش آمده رو به مانا گفت، اون از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید و با لبخندی به لب و سرخی بر روی لبش برادرش رو توی بغل گرفت. مینو خواهر ناتنی مانا و دختر اصلی ماه بیبی بعد از شنیدن و دیدن این اتفاقات جیگرش کباب شد و از ناراحتی میخواست سرشو به دیوار بکوبه. اون از روزی که چهرش سیاه و زشت شده بود از خونه بیرون نیومده بود. با این حال نفرت انگیز پیش ماه بیبی رفت و بهش گفت: مادری مثل تو داشتن به چه درد من میخوره وقتی که تمام بلاهای دنیا به خاطر تو به سرم اومده. من به خاطر تو به این روز افتادم. کاش که اون روز زبونم لال میشد و از تو طرفداری نمی کردم. لعنت به تو که از مادری کردنت فقط به هم زشتی رسیده. مطمئن باش اگه قرار باشه تا آخر عمر بشینم و با دیدن خوشبختی بقیه حسرت بخورم، قطعاً خودمو میکشم. من یه زندگی خوب میخواستم، ولی حالا با این وضعیتم حتی یه زندگی بدم گیرم نمیاد. و بعدش شروع کرد به گریه کردن. دوست عزیز، یادآوری کنم به خاطر محدودیت‌های یوتیوب در ایران خیلی از کامنت ها و لایک های شما عزیزان حذف میشه. ممنون میشم در اواسط یا پایان داستان برامون کامنت های انگلیسی و فارسی بذارید و ویدیو رو حتما لایک کنید. مطمئنم که میدونید لایک و کامنت و اشتراک گذاری با دوستانتون بهترین کمک و بالاترین حمایت از ماست. ماه بیبی که حال مینو رو اینجوری دید، خشم و نفرتش نسبت به مانا 1000 برابر شد. اون با خودش عهد کرد تا انتقام اشک‌های مینو رو از مانا بگیره. با این فکر بود که مینو رو بغل کرد و گفت: نگران نباش دختر عزیزم، شاید ما نتونیم خوشبخت بشیم، ولی اون حتماً بدبخت میشه. ماه بیبی به سرعت به راه افتاد و به سمت تپه دیو سیاه حرکت کرد. تپه دیو سیاه جایی بود که کثیف‌ترین و پلیدترین انسان دهکده اونجا زندگی می‌کرد. یعنی کوما. کوما که به جادوگری و سحر کردن معروف بود. اون اونقدر شرور بود که برای رسیدن به قدرت جادوگریش همه اعضای خانواده‌اش رو کشته بود و از گوشتشون برای خودش معجون قدرت درست کرده بود. زمانی که ماه بیبی به کلبه کوما رسید، وارد شد و دید که کوما مشغول ساختن معجون جادوییه. ماه بیبی بعد از توضیح اتفاقاتی که پیش اومده بود از اون خواست که بلایی به سر مانا و یاور بیاره که دیگه نتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن. کوما با گرفتن یکی از انگشتان ماه بیبی راضی به انجام این کار شد. در همون لحظه که این حوادث رخ میداد، در کنار خونه ماه بیبی یاور و مانا آماده می شدن تا به خونه خان برن. توی همون لحظه چشم یاور چنان کم نور شد که به سختی جایی رو میدید و گوشهای مانا هم به خاطر جادوی کوما اونقدر ضعیف شد که به سختی صدایی رو میشنید. همه سوار بر اسب‌ها شدن و مانا کوچولوی ما با اون لباس که هدیه خان بود شبیه فرشته ها شده بود.
اونا تا اومدن حرکت کنن، ماه بیبی خودشو به اونا رسوند و با سوار شدن خودش و دخترش بر روی اسب به همراه اونا راهی خونه خان شدن. کمی که از راه رو طی کردن، یاور به خواهرش نزدیک شد و گفت: مانای عزیزم، مواظب لباس زیبات باشی یا دلم میخواد زمانی که به خونه خان میرسیم کاملا در نظرش شبیه یه فرشته باشی. مانا با لبخند به یاور خیره شده بود، ولی گوشاش نمیتونست به درستی صدای یاور رو بشنوه. با اینکه از وضع خودش تعجب کرده بود، ولی بد به دلش راه نداد و به ماه بیبی که نزدیکشون حرکت میکرد گفت: مادر جون، ببین یاور چی میگه. من نمیدونم چرا گوشام سنگین شده. انگار هیچیو نمیشنوم. شاید به خاطر شوق زیاده. نمیدونم. تو رو به خدا بگو یاور به من چی میگه. عجبا که مانا به خوبی و واضحی میتونست صدای ماه بیبی رو بشنوه. ماه بیبی گفت: مانا دخترم، نمیدونم یاور چه شده، اما حتما دلیل مهمی داره. آخه میگه لباس قشنگتو در بیار و به مینو بده تا بپوشه. مانا هم که از حرف ماه بیبی خیلی تعجب کرده بود، ولی پیش خودش گفت: برادرم بهتر میدونه. شاید از این کار قصدی داره. به خاطر همین ایستاد و لباسشو با مینو عوض کرد و لباس کثیف و چرکالود مینو رو پوشید. یاورم که انگار چشماش نیمسوز شده بود، به همین خاطر هیچی از ماجرا نفهمید. ماه بیبی هم تمام این حادثه رو در آرامش و بی صدایی طی کرد و نگذاشت که صدایی از مانا در بیاد. خدمه هم خیلی جلوتر از اونا حرکت می‌کردن، به خاطر همین همه چیز بر وفق مراد ماه بیبی پیش رفت. کمی که جلوتر رفتن، یاور بازم دلواپس شد و حس عجیبی به اون دست داد. اون از کمبینایی خودش چیزی نگفت تا آرامش خواهرش قبل از رسیدن به خونه خان حفظ بشه. اما تصمیم گرفت بازم به مانا گوشزد کنه که حتما لباسش رو تا رسیدن به خونه خان تمیز و مرتب و سالم نگه داره. به خاطر همین کنار مانا رفت و بازم حرفش رو تکرار کرد. اما متاسفانه مانای زیبای ما باز هم عاجز از شنیدن صدای برادرش بود و به خاطر همین دست به دامن ماه بیبی شد. ماه بیبی با خنده شیطانی بر لب گفت: یاور امروز چقدر عجیب شده. نه از اون موقع که با دبدبه و کبکبه با اون لباسا اومد و اونا رو تن تو کرد، نه از این که حالا داره به آرومی تمامی اونا رو از تو پس میگیره. مانا جان، واقعیت اینه که یاور میگه گردنبند هدیه و گوشواره هات رو هم که خان برات فرستاده به مینو بده. مانا که دیگه واقعا تعجب کرده بود، تا اومد به یاور چیزی بگه باز خودش رو کنترل کرد و پیش خودش گفت: یاور خیرخواه منه. حتما چیزی میدونه که میگه من این کارا رو بکنم. من نباید با برادری که اینقدر به فکر من بدرفتاری کنم. به خاطر همین گردنبند و گوشواره‌های زیباش رو هم به مینو داد. مینو که با پوشیدن این همه چیزهای زیبا احساس میکرد دوباره واقعا قشنگ و دلربا شده، کم مونده بود از این همه خوشحالی بال در بیاره. اما مانای عزیز ما دوباره به اون سر و وضع کثیف روستایی برگشته بود، اما با این حال هنوز که هنوزه از همه دخترای روستا زیباتر بود. در ادامه اونا به نهری رسیدن که درست قبل از خونه خان بود. اون نهر معروف بود به نهر سلطان باشی. همه افراد ایستادن تا اسبها آب بنوشن و جانی تازه کنن. یاور بازم به خواهرش چیزی گفت، اما خواهر عاجز از شنیدن دست به دامان مادر شد. ماه بیبی گفت: یاور میگه از اسب بیا پایین، چون باید آب بخوره و استراحت کنه.
مانا هم همونطور مطیع همون کار رو انجام داد و زمانی که از اسب پیاده شد ماه بیبی دست اونو گرفت و به این بهونه که با اون حرف خصوصی و مهمی داره اونو به نقطه پشت یه تپه در نزدیکی نهر برد و مانای بیچاره ما رو به درون آب پرتاب کرد. ماه بیبی بعد از این کار سریعاً به طرف اسبا برگشت و مطمئن شد کسی متوجه چیزی نشده. در همون لحظه مانای عزیز ما دست و پازنون و با جیغ و داد و فریاد کمک می کرد. اما متاسفانه کسی صدای اونو نمیشنید. اما خدا همیشه هوای فرشته هاشو داره. در همون لحظه یه مرغابی به سفیدی برف و به بزرگی یه آدم روبروی آب پدیدار شد. یاور هم که به خاطر چشماش نمیتونست درست ببینه تنها برق ریزی که از لباس طلادوز خواهرش به چشمش میخورد اونو قانع کرد که همه چیز بر وفق مراده. باز همه سوار بر اسب‌ها شدن و به سمت خونه خان حرکت کردند. وقتی به خونه خان رسیدن با تشریفاتی فراوون پیش پای یاور و ماه بیبی و مینو که تصور میشد ماناست گاوی سر بریدن و با عزت و احترام بسیار زیاد اونا رو به داخل خونه خان دعوت کردند. در لحظه ورود یاور و همراهیان به اتاق خان چشم خان به لباس گرانبها افتاد. اما کسی که توی اون لباس بود هیچ شباهتی به اون نقاشی نداشت، بلکه یه عجوزه زشت و سیاه‌سوخته بود. خان تا این صحنه رو دید از تخت پایین اومد و چنان سیلی به یاور زد که برق از سر اون پرید و یاور با چشمای اشک‌آلود علت این کار خان رو جویا شد. خان بهش گفت مردک بیشرف دروغگو، این چه فریبی بود که منو دوچارش کردی؟ این دختر کجا شبیه اون نقاشیه؟ دخترای خدمتکارای ما از این دختر خیلی قشنگترن. این چه عجوزه‌ایه که به خونه من آوردی؟ زود گم شو از خونه من برو بیرون. اما نه تو باید تقاص این آبروریزی و پس بدی. به خاطر همین به چند تا از خدمتکاراش دستور داد تا یاور رو توی طویله پشت خونه خان بدون آب و غذا زندانی کنن. از طرف دیگه از همون اول ماجرا که ماه بیبی متوجه رفتار خان شده بود بدون اینکه کسی متوجه بشه سریع گردی رو که کومای جادوگر به اون داده بود توی چشمای خان فوت کرد. توی اون لحظه خان چشماش رو شروع به مالیدن کرد و میلی عجیب نسبت به اون دخترک زشت توی خودش حس کرد. به این ترتیب دستور داد که ماه بیبی و مینو فعلا توی خونه اون بمونن. اینطور بود که کم کم هر روز ماه بیبی با جادوگریای خودش میل خان رو به دخترش بیشتر میکرد تا اینکه خان بالاخره تصمیم گرفت در آینده نزدیک با مینو ازدواج کنه. یکی از شبها که خان با نامزد زشتش مشغول شرابخواری بود و هیچ چیز از عالم و دنیا سرش نمیشد، مرغابی سفیدی به خونه اون داخل شد. با شنیدن اینکه خدمتکارا راجع به بیچارگی یاور و ازدواج خان با اون دخترک زشت صحبت میکنن، سریع از خونه خان خارج شد. قبل از اینکه مرغابی خارج بشه، یکی از خدمتکارا اونو دید که چقدر چاق و چله و مناسب خوراک یه شب خانه. خدمتکار به طرف مرغابی رفت اما نتونست اونو بگیره. با این حال فردا شب و شب بعد هم مرغابی به خونه خان اومد اما بازم خدمتکار نتونست اونو بگیره. به خاطر همین تصمیم گرفت جریان رو به خان بگه. خان تا اینو شنید گفت به به، بعد از شراب فقط شکار لذت داره. اگه فردا شبم اومد منو خبر کن تا خودم شکارش کنم. اینطور بود که شب بعد به محض اینکه مرغابی توی خونه خان دیده شد خدمتکار به خان اطلاع داد و خان با عجله به سمت مرغابی که روی زمین نشسته بود رفت.
مرغابی تا خانو دید سعی کرد پر بکشه و فرار کنه، ولی خان که از قبل تفنگش رو آماده کرده بود با اولین شلیک بدن کوچیک و سفید پرنده رو با خون خودش سرخ کرد. وقتی که مرغابی به زمین برخورد کرد، ناگهان خان توی وجودش حس عجیب و ناراحت کننده ای رو احساس کرد، تا جایی که یک آن اشک از چشماش سرازیر شد. اما ناگهان نوری بر فضا تابیده شد و بعد از محو شدن نور دختری گویی از آسمون به روی زمین افتاده بود. خان با دقت توی چهره دختر نگاه کرد. اون فهمید که دقیقاً چهره اون عین همون تصویریه که توی اتاق یاور دیده. خان سریع دستور داد تا اونو به اتاقی مخفی توی خونه ببرن و بلافاصله شخصی رو فرستاد تا یاور رو از اون طویله کثیف بیارن. وقتی که یاور رسید، خان بدون درنگ اونو به اتاق دختر برد. یاور که حالا بعد از گذشت زمان جادوش باطل شده بود، تا دختر رو دید اونو به بغل گرفت و با اشک پرسید که چه بلایی سر خواهرم اومده. مانا که به هوش اومد تمام جریان فریبکاری ماه بیبی رو به خان و برادرش گفت. خان که مجذوب اون شده بود همه حرفشو باور کرد و اینجوری بود که دست ماه بیبی و مینو رو شد. خان دستور داد که اون دوتا رو پیشش بیارن. خان تفنگ خودش رو بر سر مینو گذاشت و به ماه بیبی گفت اگه حقیقتو نگه بی امان دخترش رو میکشه. ماه بیبی هم که توان مرگ دخترش رو نداشت تمام ماجرا رو برای خان توضیح داد. بعد از خان اون دوتا رو از روستا بیرون کرد و مانا رو به عقد خودش در آورد و اینطور بود که اونا سالهای سال رو به خوشی زندگی کردن. اما ماه بیبی و مینو سرنوشت دیگه‌ای داشتن. مینو بعد از اون اتفاق دیگه نتونه زندگی رو تحمل کنه و خودش رو از درختی حلق‌آویز کرد. ماه بیبی هم پیش کومایه جادوگر رفت و با خشمی که سینش رو می‌درید روز به روز در صدد انتقام بود. شاید روزی به آرزوش برسه. خدا رو چه دیدی؟ از اینکه تا پایان یکی دیگه از حکایت‌های جذاب و پندآموز ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. برای شنیدن داستان‌های بیشتر حتما کانال حکایت‌های پندآموز رو سابسکرایب کنید و حستون رو از شنیدن این داستان برامون کامنت کنید.